هر روز دلم در غم تو زارتر است و از من دل بیرحم تو بیزارتر است. بگذاشتیم غمت بنگذاشت مرا، حقا که غمت از تو وفادارتر است. این مستی من ز باده خمران نیست، وان باده بجز در قدح سودا نیست. تو آمده ای که باده من ریزی، من آن مستم که باده ام پیدا نیست. گفتم چشمم، گفت بر آهش میدار. گفتم جگرم، گفت به آهش میدار. گفتم که دلم، گفت چی داری در دل. گفتم غم تو، گفت نگاهش میدار. هر کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشت است و مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آید. برو ای شکر که نعمت ز حد شکر بیرون شد، نخواهم صبر گرچه او گهی همکار می آید. در و دیوار این سینه همه در رد ز انبوهی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید. خب تشکر پرینما. واقعا چقدر ربایی های دلنشین دارد مولانای بلخ و از خواندن آن انسان لذت میبرد. گفتم که کجا بود مه خانه تو، گفتا که دلی خراب و دیوانه تو. من خورشیدم درون ویرانه تو، ای مست و خراب باد کاشانه تو. چقدر لذیذ است و چقدر فهمه و چقدر دلنشین است که ما از شما سپاس میگیم که چند ربای دلنشین از اشعار این شاعر توانا خواندید و شما همچون غالب دور شهری آزمون فروغ اسپیدانه کتاب است امکانیت دارید در ادامه برنامه باز هم یک غزل زیبای جلال‌الدین بلخی را برای ما و بینندگان قرائت کنید. من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم. من مستی سراندازم، از عربده نگریزم. گویند رفیقانم از عشق بپرهیزی، از عشق بپرهیزم پس با چی درآمیزم؟ پروانه دمسازم، می سوزم و می سازم، از بیخودی و مستی می افتم و می خیزم. گر زر طلبی من زر اندر قدمت ریزم، ور سر طلبی جانان در راه تو بر ریزم. فردا که خلایق را از خاک برانگیزند، بیچاره من مسکین از خاک تو برخیزم. گر دفتر حسنت را در حشر فرو خوانند، اندر عرصات آیم شور دیگر انگیزم. گو در عرصات آید شمس الحق تبریزی، من خاک سر کویت با مشک بیامیزم. من با تو چنین سوخته خرمن تا کی، و از ما تو چنین کشیده دامن تا کی. این کار به کام دشمنانم تا چند، من در غم تو فارغ از من تا کی. بینندگان عزیز، البته با این ربایی زیبا میخواهیم برنامه نوبتی خوان ادب را به پایان رسانیم. یادآور میشیم که مهمانان برنامه نوبتی خوان ادب بودند دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان. برای اشتراکتان یک جهان سپاس و باز هم باور داریم که در برنامه دیگر می آید در اساس اشعار شاعرانی که ملت تاجیک را سر به افلاک کردند شعرها قرائت میکنید. مولانا رفت و لیک نقشش باقی است، در روی جهان نور و درخشش باقی است. آن مستی آن جنون و آن ذوق لطیف، در شعر روان رودی بخشش باقی است. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی خوان ادب. تا برنامه دیگر کامیاب و سرفراز و موفق باشید. خیر.